برگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خوب هستی؟ خیلی خوشحالم. ای ابابک ای لعین حق باز، میکنم لعنت به تو در هر نماز. اگه به خودتون نگاه کنید، خودتون رو چطور توصیف میکنید؟ من خودمو یه آدمی که دنبال مسئله علمی که تو ذهنش باشه کنجکاو و خانواده و برگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم.